سلام دوستای عزیز ارجمند، امیدوارم هر جا که هستین خوشحال و سرحال باشین. امروز در این برنامه من تصمیم دارم یک موبایل جدید رو معرفی کنم، آیکون نیو 10. خودم هم قبلا هم مدل همین رو گرفتم، یک مدل پایین تر آیکون نیو 10 آر بود دیگه. اینو نشون میدم و خصوصیاتشون هم برای شما معرفی میکنم. ببینین کارتنش رو باز میکنیم، اینجا خود موبایل میاد. البته یک بار باز کردیم، تست کردیم تا که برای شما دوستای عزیز دقیق نشونش بدم. دیگه طوری که میبینین دوستا روشن شد. استفاده کردیم، تست کردیم چی داره داخل کارتن. فعلا من داخل کارتنش برای شما دوستای عزیز نشون میدم. این یه خورده برچسب و وارنتی کارت اینا هست دیگه. زیر این کیس داریم، پورتاکیس خیلی هم کوالتی خوبه، پلاستیکی، متریال پلاستیکی هستش و یعنی دیده میشه شیشه ای هست. این کریستال کیسه، ترانسپرنت میگه به قول انگلیسی ها دیگه. اینجا هم داکومنت ها داریم، دفترچه راهنمایی، اینم دفترچه راهنمایی، اینم سیم کارت اجکتول که سیم کارت داره. اینجا هم کابلشه، کابل یو اس بی تایپ سی بر تایپ سی. و این یک چارجر خیلی هیولا داره، ببینین خیلی سنگینه، حدودا نیم کیلو است و طوری که میبینین 120 واته. یعنی با این چارجر میتونین کامپیوترهایی که پی دی سپورت میکنن، عموما کامپیوترهای جدیدی که پی دی سپورت میکنن 100 وات چارجر رو پشتیبانی میکنه. این 120، یعنی میتونین با همین چارجر شما هم کامپیوترتون رو چارج کنین هم موبایل رو دیگه. در هنگام ضرورت نیاز نیست شما دو تا چارجر همراهتون بگردین. البته کامپیوتر گیمینگ و چارجر خودش هم داشته باشه به وقتی کارهای خیلی سنگین، اما کارهای معمولی این پشتیبانی میکنه، مشکل نداره. این بود از بسته بندیش. دیگه میریم سراغ موبایل. اینم از موبایل دوستا. این موبایل خصوصیاتش اول برای شما دوستا از بگم. این موبایل آیکون نیو 10 هست. آیکون نیو 10 آر تقریبا 6 ماه قبل از این لانچ شده بود. این آیکون نیو 10 است. دوربینا تقریبا همش یکسانه، فقط فلش آیکون نیو 10 آر اینجا است. این فلش اینجا داریم ما دیگه. خصوصیات نرم افزاری و سخت افزاریش، این موبایل ها در چند وریانت متفاوت میاد. یکی اینکه 8 جی بی رم، 128 جی بی حافظه و 8 جی بی رم، 256 جی بی حافظه و 16 جی بی رم، 512 جی بی حافظه که ما اینو گرفتیم 8 جی بی رم و 256 جی بی حافظه است. و خوبیش اینه که با این رده قیمتی که ما میگیریم تمام خصوصیاتش آخرین نسله. رمی که داره LPDDR5 اولترا هست، یعنی های لول، و حافظهش هم هست UFS 4.1 یعنی 4.1 یعنی آخرین نسله دیگه. دوربینش هم اگه برای شما دوستای عزیز بگم، دوربین ما یک سنسور اینجا داریم 32 مگاپیکسل و دو سنسور پشت سر داریم. یکی 50 مگاپیکسل که سنسور سونی است، سونی 882 و یک سنسور اولترا واید 8 مگاپیکسل. و کیفیت تصویر و فیلم برداریش هم جالبش اینجا است. من خودم آیکون نیو 10 آر دارم، تصویرش هم الان در کنارش نشون میدم با پشت سر یا از جلو. ببینین اصلا هیچ مو نمیخوره، فقط یه خورده ای فقط جای فلش تغییر میکنه. از جلو 100% یکسانه. اما میریم سراغ سخت افزار و پروسسور. پروسسور این موبایل اسنپ دراگون 8S جن 4 است، یعنی آخرین نسله، فعلا از اون بالا نیومده. البته بعد از اون پروسسورهای 8 الیت هست، پروسسورهای یه خورده پایین تر به نام 8S جن 3 بود که آیکون نیو 10 آر داره و 8S جن 4 این داره. انتیتی اسکور هم بالای 2 میلیونه، یعنی 2 میلیون پلاس انتیتی اسکور داره. گرافیکش هم ادرینو یه مدل دیگه داره که من در دیسکریپشن دقیق اسمش رو می نویسم، فعلا یادم رفت. توانایی فیلم برداریش خیلی محشره. طوری که می بینین توانایی فیلم برداری، اینجا کلیک میکنین ببینین دوستا
4K 60 فریم رو پشتیبانی میکنه بدون هیچ مشکل. فول اچ دی هم 60 فریم پشتیبانی میکنه، 4K هم. و جالبتر از اون وقتی که دوربین جلو بریم، دوربین جلو هم عین شکل 4K 60 فریم رو پشتیبانی میکنه. نگاش کنین، این 4K این هم 60 فریم، یعنی کاملا حیران کننده است. در صورتی که آیکون یوتن آر همرده یا مشابه همینه، به خاطر اینکه پروسسورش خورده ضعیفه، دوربین جلوی اون 4K 30 فریم پشتیبانی میکنه، اما این 60 فریم رو پشتیبانی میکنه. و بریم سراغ باتری. باتری این موبایل با وجودی که خیلی ظریفه، لیتیوم پلیمر استفاده کرده که یک تکنولوژی جدید در عرصه باتری هست که سایزش خیلی خرد اما ظرفیت خیلی بالا داره. باتری های لیتیوم پلیمر این پر موبایل 7000 میلی آمپر باتری داره، با وجودی که خیلی نازکه. ببینین خیلی نازک، خیلی ظریفه، اما با این وجود باتریش 7000 میلی آمپره. دیگه بریم سراغش. سیستم آپریتینگ سیستمش بیس اندروید پنتاچ او اس 4 یا یادم رفته کدوم پنتاچ او اس، اما بیس اندروید 15 هست که 3 سال پشتیبانی میکنه از آپدیت اندروید و به نظرم این 4 سال آپدیت اندروید پشتیبانی میکنه و 5 سال سکیوریتی شو، یعنی امنیت شو. در صورتی که آیکون یوتن آر 3 سال پشتیبان اندروید پشتیبانی میکنه و 4 سال سکیوریتی شو پشتیبانی میکنه. این یعنی 1 سال از اون بالاتره، چون که قیمتش هم گرونتره. من اینو در هندوستان گرفتم. قیمت این فعلا در آمازون هم اگر چک کنین، در آمازون هند البته، اگر منم قیمتشو نظر به دلار برای شما در دسکریپشن یا روی صفحه تایتل میارم دقیق بدونین. قیمت 8 جی بی 128 جی بی 32000 روپیه هندی بود و اینکه 8 جی بی 256 جی بی است حدود 34000 روپیه هندی میاد و مدل آخرش یا ورژن آخرش که حافظه بالا داره، یعنی 16 جی بی رم و 512 جی بی حافظه، 41000 روپیه هندی هست. دیگه اینم از این موبایل دوستا. دیگه خاصیتش هم ببینین، خیلی راحت، خیلی روون. دیگه اینم تمام تصویرها میبینین، طرز کار کردشو. اندرویدش هم مثلا آپراتینگ سیستمش هم ساپه، خیلی چیزایی کار مثلا غیر ضروری، اپلیکیشن های غیر ضروری نداره. من یه خورده اپلیکیشن ها اینستال کردم، آمازون هند و اینا، دیگه فلیپکارت. دیگه در عموم این موبایل خیلی ایدئاله اگر شما دوست دارین موبایل بخرین که به نرخ قیمت بالای 30000 روپیه هندی که معادلش به دلار چند میشه من برای شما نمیگم، در تایتل میارم. این موبایل یکی از بهترین آپشن ها است. اگه بخواین گیم بازی کنین در پابجی 120 فریم کامل میتونین بازی کنین. هم پروسسورش کپبله که بالای 2 میلیون انتیتو اسکور داره و هم 120 فریم بازه، یعنی فعاله، میتونین دقیق بازی کنین. گرم هم نمیاد چون که چمبر کولینگ خیلی بزرگ استفاده شده روی باتری. یک تکنولوژی جدیده در باتری های موبایل هایی که در سال 2025 میاد، هایپر چمبر کولینگ به اینجا هست که میتونن گرماشو خیلی کاهش بده. دیگه اینم بود از معرفی این موبایل. دیگه اگه دوست داشتین بگیرین حتما انتخاب اولتون باشه. البته طرفدارایی که گلکسی هستین یا طرفدارای آیفون، اونها تلفن‌های خیلی گران قیمتی هستن. با این وجود که اینو دور بر 30 تا 35 هزار روپیه هندی میگیرین، اگر در همین مدل، در همین دوره قیمتی آیفون، خب مدل جدید آیفون اصلا امکان نداره بگیرین، اما گلکسی بگیرین. درسته مثلا گلکسی از لحاظ دوربین با این همرده میاد یا گاهن دوربین گلکسی از این یه خورده بهتر میاد، اما در بخش پروسسور و سخت افزار این خیلی بالاست، خیلی، یعنی واقعیت دیگه، چون که هم 7000 میلی آمپر باتری داره. آیکون یوتن آر که یک مدل پایینتر اون 6400 میلی آمپر باتری داره. البته اینم دقیق برای شما دوستی از بگم، این خصوصیات
بیشتر به نظرم موبایل هایی که در هند وارد شدن این باتری های بزرگ داره، خصوصا در مدل موبایل های پوکو F7 و X7 که پوکو X7 پرو یا X7 پرو 6550 میلی آمپر باتری در هند است، اما اون در بخش تجاری در سطح دنیا 6000 میلی آمپر باتری داره و پوکو F7 پرو اون 7550 میلی آمپر باتری داره که هم همین خاصیت داره، اما در بخش نگهداری چارج یکسان 500 میلی آمپر اصلا فرقی نمیاره. یه خورده اون مشکل گرمایی داره که خیلی سخت کار بگیرین یا بازی کنین اون گرم میاد، اما این بالکل 100% میتونین سرش اتکا کنین بازی کنین. موبایل خیلی سنگینیه و خیلی با مقاومته دیگه. اینم کیسشه، اگر تو کیسی که خودش میاد داخلش بذارین به این شکل خیلی موبایل حرفه‌ایه دیگه. اینم بود از معرفی این موبایل.